بامداد خمار از زبون من پارت 2. ولی یه روز تعطیل این استای ما گیر داده بود که برو در دکونو باز کن. اوستا جون مادرت بذار بگیریم بخوابیم. برو سر کار. خلاصه ما وسط تعطیلی پاشیدیم رفتیم اونجا درو باز کردیم، خسته کوفته. قبل این ماجرا هم یه خانم کوچولو یه دونه قاب سفارش داده بود، ما با توف زدیم چسبوندیمش گذاشتیم کنار، هر وقت اومد بدیم خدمتش. بعد یهو دیدم زرت اینجاست. سرتا این دختر رو میزدن تو این در دکون ما بود. اون وقت الان میاد تعریف میکنه من دیو سرم. عاشقم بود، روانیم بود. ایشون اومد و گفتش که شما همیشه این ساعت بازید؟ نه، فقط وقتی که منتظریم. منتظر کی؟ منتظر شما. نه چه سوالیه. خلاص این خانم کوچولو اومد دست بکنه تو جیبش. گفتم دستو بذار تو جیبت. نه، مرام لوتیگری من نیست، بعداً دوم خونت میشم. بعد ایشون ذوق کرد، نمیدونم هول شد چی شد، اینشو داد بالا. ما دیدیم خوشگل بود، چشای قشنگی داشت. منم اینجا پیکاپ لاین هستیمو زدم، بنازم قلم نقاش طبیعت رو. اینجا من مخو زدم، اینجا دیگه تموم شد. 2 روز بعد اومد دوباره با گلشو اینطوری انداخت در دکون منم گفتم خب حالا وقتشه. اسمت چیه؟ محبوبه. اسم گلت چیه؟ محبوبه. اینجاست پیکاپ لاین بعدی، اینجاست. محبوبه شب از آسمان افتاد تو دامن من. تو دام من. واقعیت این بوده بچه ها.